بله سلام علیکم. و علیکم السلام. داملا خوبی تنجی یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما. مذهب حنفی در تاجیکستان چی جایگاه دارد؟ مذهب امام ابو حنیفه در تاجیکستان چی جایگاه دارد؟ سلامت باشید. سوال دیگری باشد. جایگاه مذهب امام اعظم در کشور ما به همگان معلوم است و اکثر مسلمانانی که در کشور ما هستند پیروی مذهب امام اعظم را میکنند و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از 2009 جشن امام اعظم گرفته بودند و تمام تقریبا 25 دولت دنیا را علمای برجسته را در اونجا جمع کردند. کتاب ها در باره تاریخ امام ابو حنیفه نوشته شد و کلانترین دانشگاه اسلامی که در تاجیکستان واقع است که نو همین سال بنیاد کرده شد به استفاده داده شد به نام امام ابو حنیفه گذاشته شدگی است و این شخصیت بسیار انسان با قدر، انسان خدمت کرده در دین و امام در دین مبین اسلام و مذهبی که اکثر مردم پیروی میکنند شناخته میشد.